روزنامه کردستان به هجمار 237 بشه کردی و 696 بشه عربی هاتا و شاندن. دیده هجمارک مجار سیاسی و روشنبیری ین گریدای کردستان و دوره هاتنا گنگشه کرد و گهشت بردسته خوینه ران. در روپلا یکم جه بشه عربی بحثا جوینا کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتی ده هاتا راگهاندن و کنگره پارتی دمک نیزیک دا ورلدار خستن و داخویانیا برای آشتی و آزادی یا کوتی دا تکزیل سر پابندبونا و به دوزا گل سوریه کر. هر وها بحث داخویانی وزارت در یا امریکی کوتی دا امریکا راگهانده بو کوه او ایران لسر سرکوت کرنا خواه پیشاندانان سزا بکه. در روپلا دوام دا بحث پیشوازی کرنا سرکردایتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه جه شاندی امریکی نیکولاس گرینجر را و چالکی پدکسه و انکسه کر. در روپلا سیام دا راپورت سیاسی یا پارتی دموکرات کردستان سوریه هاتا و شاندن کوتی دا تکس کر کو پیاده حول ده ولاتین کرد کوچبر بکه و دوره والا بکه. در روپلا چهارم دا هجمارک نوچه انگریدای دوره هاتنا و شاندن. روپلا پنجم بحثا پاشاروژا سوریه و رولا کردان تیدا کر. در روپلا 6 و 7 دا هجمارک مجار و راپورت کردستانی و سوری هاتنا و شاندن. هر وها بشه عربی یه روزنامه کردستان هجمارک مجار و نیرین سیاسی و جایی و تندرستی و جواکی لخوا دگره. ده بشه کردی دا یکم روپل به ناونیشانا هر چاره سری یک جه در وی نتوین یک گرتی ایش و آزار انگل سوریه بداوی ناکه. یا که پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جوینا خواه ناوندی تکزیل سر کریه بو. روپل دوام به ناونیشانا پیوسته پیدا دست جکریار کنداری برده بو. روپل سیم بحثا گوهرتنا دموگرافی یا کل عفرین بردوامه پشتی کنترول کرنا گروپ چکدار جعفرین را سال 2018 هنده و رواندن ازارو که کنو لسردست فاشیستین جوان شورشگر یم سر پککه و کر و به هلبستان بشه کردی به داوی هات. روزنامه کردستان روزنامه که نیو مهانه اج آلی راگهاندن ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تبلاف کرن.